صفتهای پروردگارمون کامل و پور است و هیچ چیزی بر او سبحانه و تعالی مانند نیست. بسم الله و نؤمن بأن الله تعالی لا مثيل له لكمال صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. و ایمان داریم که صفتهای پروردگارمان کامل و پره است و به هیچ وجه او سبحانه و تعالی بر او کسی و چیز مانند نیست. بعد آنه که از چیز از صفتهای پروردگار سخن گفتیم، صحبت کردیم که آخر آن این دیدار پروردگار بود که مؤمنان پروردگارشون در روز قیامت خواهند دید. و ذکر می نماییم بعضی از صفتهایی که بعضی از علما آن را صفتهای سلبی می نامند و برخی از علمای دیگر آن را صفتهای منفی می نامند. پس این تعبیر خوب است، نیکو است. صفتهای الله سبحانه و تعالی دو قسم است. صفتهای ثبوتی میگویند و منفیه، یعنی ثابت، آن صفاتی که ثابت است در شأن الله سبحانه و تعالی و صفاتی که در شأن الله سبحانه و تعالی لایق نیست گفتن آن. و قاعده شناخت صفاتهای منفی این که هر صفتی که در آن عیب باشد پس این ممتنع است، ناممکن است در حق پروردگار. دوم، هر صفتی که در آن نقص باشد، ناقصی کمال باشد، در این هم چیز ناممکن است در پروردگار. و سوم، هر صفتی که مماثله یکی مانند مخلوقانش کرده شود، این هم در حق پروردگار ناممکن است. و قسم اول از صفتهای منفی در حق پروردگار این گفتیم صفت عیب است، عیب جویی کردن. این مطلقا در حق پروردگار درست نیست، مثل اما، کور بودن یا کور گفتن، این حتما ناممکن است در حق پروردگار گفتن این. و این در حق پروردگار ناممکن است گفته، چون که ممکن است که در حق پروردگار این سخن زده شود، چون کور این صفت ناقصی است در انسانیت. همین بود که ابراهیم علیه السلام عیب کرده پدرش را گفت، هنگامی که بر او گفت یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ای پدر جان من تو چرا چیز را عبادت میکنی که نه میشنود و نه میبیند؟ این صفت نقص است، ناقصی است. دوم، صفت نقص در کمال پروردگار، ناقصی در کمال پروردگار. این صفتهای الله سبحانه و تعالی کامل هستند و ممکن است که صفتهای او سبحانه و تعالی در او چیزی از ناقصی ها پیدا دیده شود، مثل دیدن پروردگار به مانند بینایش پروردگار ممکن است که ضعیف بگردد، برخلاف بینش انسانیت. یا اینکه شنوایی پروردگار، این شنوایی کمال است، بینایش کمال است، در آن ناقصی دیده نمی شود و ناقص هم نمی گردد، ضعیف هم نمی گردد، برخلاف انسانیت. یا که قوت پروردگار هرگز ضعیف نمی گردد پروردگارمون. و فرق بین اول و دوم باشد، اول این که تو نفی میکنی صفت عیب رو از پروردگار مطلقا دور میکنی، و دوم نفی میکنی از پروردگار عیب صفت کمال را، یعنی که آن نقص را از پروردگار دور میکنی. سوم، مانند کردن، مماثله به مخلوقات مانند کردن پروردگار. واجب است که ما این را نفی کنیم از پروردگار. هیچ وقت پروردگار به چیزی از مخلوقانش در چیزی مانند شده نمیتواند. اگرچند که این صفت در مخلوق صفت کمال باشد، اما در پروردگار این نقص است. و مثل مانند پروردگار کسی و چیزی نیست. و هر موجوداتی که در این روی زمین دیده می شود در این کائنات، مگر اینکه از برای او صفتی هست، یک صفت دارد. اما مراد در اینجا صفت کمال تنها از برای پروردگار است. و معطله ها باشند صفتهای الله سبحانه و تعالی را انکار کردند، به نابودی بوده رسانیدند و گمان کردند که وصف کرده نمیشد پروردگار با چیزی از صفتهای مخلوق. پس ما میگوییم بر آنها صفتهای پروردگار مثل مانند ندارد و هیچ کس و هیچ چیز از مخلوقاتش مثل مانند پروردگار در صفاتش شدن نمیتواند.
و این ناممکن است اصلا. چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید استعیذ بالله لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. در این شیء در لغت عرب نکره آمده است، عموم رو در بر میگیرد، نه که مثل مانند پروردگار کسی و چیزی هرگز نیست و شده نمیتواند از مخلوقاتش. این بیان کمال صفات پروردگار است. و هو السمیع البصیر. سمیع یعنی که شنای پروردگار کامل است و بینایش پروردگار کامل است که در آن نقص دیده نمی شود که سخن در این بیان بالاتر ذکر شد. و ایمان می آوریم که او سبحانه و تعالی لا تأخذه سنة ولا نوم. پینک و خواب اندک و خواب سبک هم او را فرا نمیگیرد. این بیان کمال حیات پروردگار است، بیان قیومیت پروردگار است. خواب که معلوم است، اما مقدمه خواب هم برای پروردگار چیز این ناممکن است، او را نمیگیرد. او را چیز از خواب سبک هم فرا نمیگیرد و غلبه اش نمیکند بر مخالف انسانیت و المخلوقاتش که بر آنها خواب غلبه میکند و خواب هم میروند. چگونه که در حدیث که امام مسلم روایت نمایند در باب ایمان، حدیث ابو موسی اشعری است رضی الله عنه که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله لا ینام. الله هرگز خواب نمیرود و لا ینبغی له ان ینام و بر او لازم هم نیست که چیز خواب برود، یعنی لایق شایسته او نیست این خواب رفتن، چون نام خواب رفتن این صفت نقص است، اما در انسان خواب رفتن این صفت کمال است. اگر انسان خواب نرفت خسته می شود، به حالت بیهوش می گردد. در انسان این صفت کمال است، اما در پروردگار این صفت نقص است، ناقصی هست. چون انسان اگر بعد خستگی بعد کار زیاد اگر خواب رفت آسوده حال می شود، قوتش بر می گردد، برخلاف اینکه چیز پروردگار خواب نمی رود، قوتش همیشه جاودانه است، باقی است و از قوت او چیزی کم نمی گردد. و این بیان کمال حیات و قیومیت پروردگار است، چون حیات اصلا ناقص است، نیازی بر خواب داره انسان تا اینکه روزش را کامل دوام بدهد و این در صفت پروردگار نقص است. و الله سبحانه و تعالی قائم بر تمام چیز است. چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. آیا آن ذات که بر همه مردم بر اعمال همه مردم ناظر است و کسی که چیزی از این را توانا نیست برابر است. و جعلوا لله شرکاء. برای الله آنان از روی نادانیشان شریکان قرار داده اند، آن را عبادت میکنند، آنها را عبادت میکنند. و هر آنچه که در آسمان ها و زمین است تنها با امر او سبحانه و تعالی است. و نؤمن بأنه لا یظلم احدا لکمال عدله. و ایمان داریم و ایمان می آوریم اینکه پروردگار کسی را ظلم نمی کند، به خاطر کمال عدلش. عدل او سبحانه و تعالی بالاترین مقام است، کامل است که در وی نقص و عدوان و تجاوزکاری وجود ندارد. و ظلم در بین دو امر دور میزند، یکم ناقص بودن واجب، ناقص نمودن واجب، یا اینکه تجاوزکاری. الله سبحانه و تعالی کسی از بندگانش را ظلم نمی کند و کسی از بندگانش ظلم را هم نخواهند دید. الله می فرماید استعیذ بالله و من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا حظما. و هر کس که کارهای شایسته و نیکویی را انجام بدهد در حالی که او مؤمن باشد، استثناء در جشن مؤمن باشد، چون از کافر عمل قبول نمیگردد، در حالی که او مؤمن باشد نباید از هیچ ستم و نقصان بترسد. الله سبحانه و تعالی یعنی در روز قیامت میگوید به قهر و سختی نمیگیرم ولیکن
بین من و شما عدل است و نه ظلم. یعنی در روز قیامت از ظلم و ستم نترسید، اگر چنده که بدی های شما هم زیاد باشد و همچنین آن ناقصی هایی که کمبودی هایی که در نیکی ها کرده اید، پس اینم نترسید، چون الله سبحانه و تعالی در روز قیامت کسی را ظلم نخواهد کرد، با عدل خود همگی را حساب و کتاب خواهد نمود. موافق اعمال بنده، نیکی باشد نیکی، بدی باشد جزا داده می شود. و این بیان کمال عدل او سبحانه و تعالی است، چون گاهی می شود که انسان ظلم نمی کند به خاطر عاجز ماندنش و اراده این ظلم کردن را هم ندارد، اما پروردگار این گونه نیست و الله سبحانه و تعالی دارای عدالت کامل است و کسی را ظلم و ستم نخواهد کرد و از او سبحانه و تعالی عملهای بندگانش هرگیز پنهان نمی گردد، زیرا آنها دائما زیر نظارت مراقبت او سبحانه و تعالی هستند. چیزی که در زمین باشد یا در آسمان بر الله تعالی غلبه کرده نمی تواند، بلکه جمیع مخلوقات چی در زمین باشد چی در آسمان همه در نزد پروردگار عاجز هستند و الله متعال هر چیز رو که خواهد آن را انجام می دهد و بأنه لیس بغافل عن اعمال عباده، بدروسی که الله سبحانه و تعالی از اعمال بندگانش در غفلت نیست، لکمال رقابته و احاطته، چون که کمال رقابت مراقبت پروردگار و احاطه کردن پروردگار تمام چیز و هستی را هست. و ما الله بغافل عما یعملون، و آن کارهای رو که اینها انجام دهند الله سبحانه و تعالی از این غافل نیست. چرا پروردگار از اعمال بندگانش غافلگیر نیست، غافل نمیماند؟ به خاطر کمال مراقبت و احاطه کردنش تمام چیز را، تمام هستی را، تمام هستی در زیر قدرت و پنجه او سبحانه و تعالی است و چیزی بر او عاجز نمیماند. و نؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض لکمال علمه و قدرته، و ایمان داریم این که چیزی بر پروردگار عاجز نمیماند، چی در آسمان ها و زمین باشد، به خاطر کمال قدرت و علم و دانشش. الله سبحانه و تعالی دارای قدرت کامل و قوت کامل است. الله می فرماید وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هیچ چیز در آسمان ها و زمین نیست که الله را ناتوان سازد و هر آینه او دانا است به کردار بندگانش و تواناست بر هلاک کردن آنها. و نیز می‌فرماید انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، چون بخواهد چیز را بیافرد هر آینه فرمانش این است که گوید موجود باش، موجود شو، پس حتما موجود می شود. و کلمه باش که یک کلمه است، تمام این خلائق از زمانی که الله سبحانه و تعالی همه مخلوقاتش خلق کرده است تا روز تا قیام 3 ساعت کسی تصور کردن این را نمی داند، نمی تواند. و الله می فرماید استعیذ بالله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. و آن روز آن جوز یک بانگ دهشتناک نخواهد بود، پس آنگاه آنها همه برای حساب و کتاب و جزا در پیشگاه پروردگار گرد آورده می شوند. یعنی همه این مخلوقات در یک لحظه فوراً در نزد پروردگار حاضر کرده می شوند. چیزی برای او عاجز مانده نمی تواند، چیزی برای او عاجز نیست.
این بیان کمال قدرت او سبحانه و تعالی است. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.